ندارین روز خالی؟ یعنی الان بچه همین لحظه رو من تو خواب دیده بودم، همین دیشب. الان از کجا مطمئنی که این خواب نیست؟ این قسمت اومدیم با تو که در مورد تئوریای توطئه‌ای که ماها باور داریم صحبت کنیم. اصلا ما آدمای اینجوری نیستیم، مدیونید اگه اینطوری فکر کنید. چجوری؟ من اینجوریم. من خیلی، من تا ابد اینجوریم. این دیگه کات نمیشه. خب برو بریم. اولین سوالمون رو توی گوش شما داریم قرار بودم. بله. ما راجع به خواب و رویا. ما اینا رو خودم این صدای من انشالله کات میشه دیگه. هیچی. الان اگه دوباره تکرار کنم که بنده که چی گفتی آقا نشیدم. خب دوستان نظر شما چیه؟ آیا فکر می‌کنید که ما توی شبیه سازی زندگی می‌کنیم؟ شبیه چه سازی هستن؟ شخصا پیانو هستم. من فلوتم. بیالا بدقلق فوت دادی تو. راست میگی. بیا من تو زندگی هم یعنی اگه فلوت باشم دارم میرم تو. یه فکت چیز بگم بیره درستی اگه کسی واقعا بلد نباشه نی بزنه صداش در نمیاد هر چقدر فوت کنی توش هیچ صدایی نمیده. هیچ صدایی نمیده. شاید ما زندگی رو بلد نیستیم که زندگیمون صدا صدا. نداره. پس زندگی نی بود. یس این از شبیه سازی این وایرال میشه. خب شما نبود شبیه چه سازی هستی؟ گفتم دیگه ویولون بدقلقم. بعد طرف بلد باشه بعد صدای یه سری گیتارن خز. خدا دم دستی. آره نو افنس حالا. آره خب یه سری هم میتونن گیتار الکتریک باشن خفن گنگ من بیس مثلا. یه سری هم چقه رو بد بدنم ویولونسل. اوه قبول داری؟ ارگم خیلی جالبه. خب جدی توی مهمونیای کرجی ببین خب ارگ باحال جدی. من خودم دوست دارم. خودم ارگ ببین من ارگم ایشالا چند سال دیگه میشم پیانو. یعنی اصلا یعنی الان ارگ تو میزن. خامم واقعا یعنی اصلا ارگ میزن. جدی؟ آره. بچه اینا شما ما چون تو ایران بودیم مهمونی کرجی دیدیم ولی خب کسی که اونوره پی او وی تون رو عوض کنین دوستان. من متاسفانه عاشق جوکای نجات کات میخوره اینا کات میخوره همش. متاسفانه خیلی بامزه است. با نژاد منم شوخی کن. نژاد؟ آره دیگه. بامبیا آره نژاد شهر کشور با جمع بودن ترویج بدهید. ترویج میدهید. خب نه ولی هلما جون منظورش این بودش که چه سوالی پرسید؟ نه ما همون شبیه چه سازی هستی؟ شبیه سازیه. آیا ما توی شبیه سازی هستیم؟ خیلی جدی. من از دوستای عزیزم میپرسم خودم هم حالا اگه حال کردم جواب میدم. بفهم. گو. بفهمم. هر صحبتی بکنم بر علیه من دیگه بگه. اینجا کاملا واقعیه و ما واقعا نه فوشه که آدم مهم نیست یعنی این کانتنت حساس نشده. اینجا کجاست؟ مثلا تو خونه منظورت؟ هل هلیز هاوس؟ چی اسمش؟ هل هاوس بابا دهنت سرویس. خب بگو. نه دیگه گفتی. چی بگم دیگه؟ واقعیه دیگه. گفتی یعنی ما رو گیر آوردی. ببینید قضیه اینه که من فکر می‌کنم که ما واقعی نیستیم ولی همیشه تا لحظه آخر اگه که واقعا مطمئن بشیم که واقعی نیستیم میپاچیم در نتیجه که جوری ساز و کارمون قرار داره که باور کنیم که اینجا واقعیته. چرا باید به کجا رسیدیم؟ تو این تیپ مثلا من اگه بخوام بگم 70% سمت اون دلولوه و اون حالت سایکوزم بیشتر و تلاشم میکنم براش. آره یعنی 30% واقعیت واسم منجمده. خودتو داری میگی. فکر کنم جامعه رو داری.
نه جامعه که اکثرا یعنی تلاش بر اینه که اینجوری باشن که ببین این واقعیت سفت و حتی این واقعیتی که ما داریم بهت میگیم دیگه. من فکر می‌کنم که مثلا باید تلاش کنیم یه حد تعادلی رو تو این نگه داریم. آره چون اونورم که دیگه میریم تیمارستان و این بده. این بده. میدونی من بگم یا تو بگو عزیزم. من مثلا خیلی وقتا فکر میکنم که حالا شبیه سازی واقعا شاید شبیه سازی باشیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه بیشتر شبیه یه آزمایش. مثلا یکی با خودش گفته اوکی بذار من میخوام الان میرم فکر کنم با AI هم ساختن، یعنی یک سری دستور بهشون دادن، یه سری کد بهشون دادن و تو اون AI که توی این بازی‌های اوپن مپ هست، چیکرافت بهش میگن، ماینکرافت اصلا ساختن فکر کنم همچین چیزی و تو میبینی که اونجا دارن مثلا میجنگن، دعوا میکنن، مثلا به دست میارن. یه قسمت دیگه از ریک ام مورتی بودش که میرفت تو موتور تو باتری تو دنیایی که خودش ساخته بود. اونا دوباره میرفتن توی دنیای دیگه و هی میرفتن توی دنیای دیگه و هی مثلا ممکنه یه مغز جینیسی اومده همه اینا رو ساخته و شکلی بوده که خب میخوام یک چیزی رو من امتحان کنم که ما با فلان داستان چجوری ریاکشن نشون میدیم یا کجای کاریم یا چقدر هر آدمی ممکنه تلاش کنه و اینا همش یه سری داده های آماری قراره بهش بده. یه چیز دیگه هم، یه نکته دیگه هم بود که حالا تو بگو من داده ها تو به هم میریزم. آره منم فکر میکنم که مثلا اگه شبیه سازی باشی دو حالت داره، یا یه گیمه، یعنی من یه بدن خاموشی دارم که مثلا الان یه بازی مثلا چیزه الان آره تصور من از اون زندگی است، ولی من مثلا بدن اصلی شبیه سازی باشه، یک محیط آزمایشگاهی باشه برای ایلینا و مثلا موجودات فضایی که دارن آدما رو تست میکنن که پروژه موفقی هم نبوده. آره واقعا به چه نتیجه‌ای رسیدن که ما الان اینجاییم؟ داداش حالا کار داریم. نه ولی اون شاید مرحله 121 که تو هی داری توش فیل میشی و اون هی دوباره میذارتش تا تو بتونی از مرحله 121 بری 122. واقعا میتونه همچین چیزی هم باشه. آره ولی من این داستانم خیلی جالبه. اینو یکی از دوستان چند سال پیش به من گفت. اونم اینه که ما موقع کلا ماده DMT توی مغز موقع خواب نه همیشه در طول زندگی ترشح میشه. فکر میزان داره، یک میزان داره. موقع مرگ و زندگی یا موقعی که میمیری میزانی. آره دقیقاً. اتفاقا این اگه مثلا میزانش رو خودت شیطونی کنی بالا پایین کنی خب این بازی عوض میشه، گیم چنجر. آره قضیه اینه که موقع مرگ و تولد این مثل یه رودخونه است ترشحش DMT که انگار تو رو هلوپ میندازه تو اینجا. عاشق ساوند افکت شده. حالا قضیه اینه که ما موقع خواب حتی اینو ترشح میکنیم و قضیه اینه خب اوکی اگه این انقدر توهم زایه پس دیگه باره دیگه توهمه دیگه بچه، اصلا این فکته. این دیگه اینجاش دیگه فکته. آره حالا همه خیلی بچه این همه ترسناک باشه ولی بیشتر آره فیتیله ها. قضیه اینه که توی حالا چرا این دستکاریه رو من خیلی تو زندگی حسش میکنم؟ چون که واقعا تو وقتی تو خوابی یه جوری خوابتو باور داری و یه حالتی هم هست لوسید دریم، اینکه تو خوابت احساس میکنی که کنترل کامل داری، خودآگاهی تو خوابت به دست میاری و شروع میکنی بازی کردن تو خواب. میدونی جریانشو لوسید دریمو؟ میتونی خوابو کنترل کنی. آره. ولی من شخصا هیچ وقت ندیدم. همه تئوریه دیگه ولی خب اصلا یه فیلسوفی بود من حالا اسمش یادم نمیاد ولی گفتش که یه پروانه که از پیله میاد بیرون نمیدونه که اول پروانه بوده یا اول کرم بوده. یعنی ما وقتی میخوابیم از خواب بیدار میشیم نمیدونیم که اون خواب واقعیت بوده یا اینی که الان توشیم واقعیته. آیا فکر میکنید که موزیک ها و فیلم ها دارن پیام پنهانی میفرستن؟ اومدم بگم من چایی میگه عاشق بیا نه یه دقیقه وایسا. تو باور داری؟ بحث AI شده. نه یه دقیقه وایسا بحث AI شد. میخواستم بگم شما فیلم هرو دیدی؟ آره. What the fuck اون
10 سال پیش داشت همچین چیزی رو میگفت و الان هست. این عجیب نیست؟ داداش نه. اون شکلی که کلی بلک فکت میرر. سیمپسونا هست. آفرین. بلک میرر یه عالمه اپیزود داره که الان دونه دونه داره اتفاق میفته. خب پس فردا پس فردا آدم فضایی میان. واقعا منتظر باشین. واقعا. ان شاءالله دفعه بعدی مثلا یه فیلم ارائه اینجا مثلا. نشسته و آره. آره موهرم خیلی عجیب جدی. ببین نمیگم چیزی میخواد به ما بگه، ولی این چیزایی که چند سال پیش اتفاق میفته مثلا میسازنش بعد دوباره تو آینده واقعیتش هست، عجیبه واسم. از این بچه فکتای موزیک دیدیم که مثلا میگه چه میدونم جاستین بیبر داره یه موزیکی رو میخونه اگه ریورسش کنی یا اگه تکست نه، نه، گوشش نه. شد ریدین به هنوز خدا. نترس، هنوز سابسکرایب نکردین که نمی‌کنن دیگه. اگه هنوز سابسکرایب نکردن نمی‌کنن. زنگوله رو بزنید. واقعا چندم براتون میگم. متاسفم. نه متاسفم نیستم. سابسکرایب کنید. زنگوله رو بزنید. زنگوله رو بزنید که ما وقتی ویدیو آپلود کردیم اولین نفر شما باشید ببینید. اولین کامنت هم بذارید میایم جوابتون میدیم. ویدیوی بعدی میخوام براتون غیب شم. آینه ها در مورد دنیای موازی ان. آینه هم حتی من با آینه آینه در دیگه نه، آینه خیلی سازه ساده. بچه‌ها میشه در مورد آینه صحبت نکنید. من واقعا با آینه فیلم بابا داشت تو اصلا چرا این تاپیک رو انتخاب کردی؟ خب تا الان خوب صحبت کردیم. اونجا که بهتون گفتم آره. ریدم واقعا چیز خیلی زود میترسم نسبت اشکال حمایت نداره. دوستان. ببین اینطوری نیست. آینه هست. یا. برو تو. بابا برو اون آینه رو بزن. زیر تختت. دوستم هستن نیازی به دشمن ندارم. آره. نه این که خیلی سال سمی. میخوام بگم صحبت دارم راجع به آینه. اوه پشمام. نه نیازی میان دارم میترسم. بچا توی لوسی دریم نه. هیچ وقت آینه نگاه نکنین، چون اصلا اینو نوشته بود تو قوانینش. تو قوانین لوسی دریم چرا پا میشی؟ نه ترسناک ترین، یعنی دارک ساید خودتو میبینی، ترسناک ترین حالت خودتو میبینی. خب به نظرم این ویدیو رو جمع کنیم بچه من دارم میترسم. جدی دارم. نه سوال بعدی جدی. نداره دیگه بچه. سوال بعدی از اینجا دارم یه سوال میبینم هیچ وقت واقعا کسی نمیمیره فقط سرور خب رو. یعنی با مزه این به درد خورد یا الان خوندین رو جواب بدین. چی شد؟ هیچ وقت واقعا کسی نمیمیره، فقط سرور عوض آره میشه. من اینو قبول دارم. در واقع تناسخ. آره شاید. من خیلی دوست دارم که اینو قبول داشته باشم. سرورم مثلا زندگی بعد چه درخت مثلا 100 ساله باشم. وای من چند وقت پیش دوست داشتم چی باشم یادم رفت. یا عقابی شاهی چیزی. قارچ. وات؟ آفرین. مرسی. ماجیک ماشروم؟ بله. او مای گاد. حالا یا ماشروم. بیشتر دوست داشتم ماجیک باشم ولی خب اگه گلدن نشدم قارچ باشم. گلدن. آره گلدن بهم میاد. خیلی آره من اینو خیلی دوست دارم که باور داشته باشم. در واقع این میشه گفت اون توطئه‌ای هستش که من باور دارم. تناسخ. آره. سرورم هم از شی شد. فکر نمی‌کنین بعد از مرگ همه چیز سیاه شه و تموم شه و خدافظ؟ خب این میدونی این فکر باعث میشه که به پوچی برسم و دوست دارم که فکر کنم مثلا اگه آدم خوبی باشم در زندگی بعد در جایگاه بهتری. شاید این به خاطر اینه که تو آدم خوبی باشی، شاید چون میخوان مجبورت کنن که تو آدم خوبی کی باشی. مجبوره؟ خبر میکنه. کی میخواد من چرا جامعه من دیگه. جامعه نه. شاید داره زورشو میزنه که ما آدم خوبی باشیم. جامعه که نمیگه به تناسخ باور داشته باشی از جامعه داره میگه مثلا نه چیزای دیگه. تناسخ هم بخششه. من احساس میکنم به احتمال 78% بعد از مرگ همه چیز سیاه میشه. 78%. 78%. مرسی شما درصد بگو. درصد من 70% که این برم اصلا به نظرم پوفه، یعنی اینکه بعد مرگ پوف میشه همین الانم یه پوفه. اگه قرار بعد مرگ پوف بشه که الان نمیشه که یا همه چی خیلی واقعی باشه و یا پوف شه. نه دیگه ببین تجربه است دیگه. مثلا تو اینجا به عنوان یک بله. موجودی مثلا یک گربه‌ای بعد داری اینجا زندگی می‌کنی و زندگی تموم میشه. میشه یه سوال مثلا دیگه واسه گربه بپرسم؟ زندگی کنم. من یه سوال ازتون دارم. دارم. من یه سوال ازتون. به نظرتون چند درصد این احتمال وجود داره که شما مثلا جزء اون گیم اونهای اصلی بودی که گیم رو ساختی؟ من خیلی به این فکر میکنم. تصمیم گرفتی که بیان تو گیم. yes دوست دارم. دوست دارم. ببین من کلا همیشه فکر اینطوری کنم باشه. این گیم و اینام باشه، من خیلی دوست دارم که نقش اصلی باشم. میدونی یعنی اصلا کلا اگه همه آدم‌ها این انتخاب کرده باشن چی؟ فکر می‌کنم آره. نظریه من میشه که آقا اصلا این عینکیه که تو زدی و بازی داری خودت می‌سازی. آره. بازی خودتو ساختی. میدونی چه تصویری میاد تو حتی اینجوری ذهنم؟ تو سلکت می‌کنی که مثلا من کنار تو به عنوان دوست باشم. شاید واقعا مثلا همون چیزی که آره. درخواست می‌کنی بعد اتفاق میفته. آره. من ببین مثلا صحنه که گفتی مثلا از این گیم میشه که یه این فیلم واسه یه صحنه آره، توی کاملا کپسولی سفید. آره بچا اصلا یه سفید. فیلم آره فاک. توی کپسولی که نه، جسمت از ذهن میشه نره آب غذا. یه عینک بی‌عیار. بس wake up. دیگه خودخواسته است دیگه. اگه اون ویک نه، اپ خودخواسته مرگ نیست. باشه چی؟ اگه اون ویک اپ مرگ باشه چی؟
ممکنه آره می‌تونه. گیم در واقع اوور اگه شده مرگ دیگه. اما اگر که آره. مرگ باعث بشه که تو فقط دوباره بیفتی توی یه لوپ دیگه چی؟ شاید تو نه، باید تو یه دونه حوصله از این ندارم لوپ خدا ها بیدار وکیلی. شی قبل از مرگ. دوباره من ترسیدم. دمتون گرم که ما رو تا اینجا نگاه کردین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. هرمان رو از دست دادیم. دمتون گرم. ضبط نکرده؟